دیدید بعضی از مزه‌ها قابلیت اینو دارن که شما رو پرتاب کنن به بازه زمانی خاصی از گذشته. این غذایی که میخوام امروز درست کنم این کار رو با همون میکنه. پس با من همراه باشید. در ابتدا میایم مخمر، آب ولن و شکر رو با هم مخلوط میکنیم و میذاریم حدود 1 ربع بمونه. 1 ربع بعد که خمیرمون اینجوری پف کرد میایم بهش نمک، 1 پیمانه آرد و 2 قاشق غذاخوری روغن زیتون اضافه میکنیم و مواد رو خوب با هم مخلوط میکنیم. وقتی مواد به این صورت با هم مخلوط شدن، پیمانه بعدی آرد رو هم اضافه میکنیم و مواد رو خوب با هم مخلوط میکنیم تا یه خمیر یه دست بهمون بده. کامل خمیر رو ورز میدیم. وقتی خمیر به این صورت شد، حدود 10 دقیقه من خمیر رو ورز دادم. حالا کف کاسم یکم روغن زیتون میریزم و خمیر رو میذارم حدوداً 1.5 ساعت تا 2 ساعت استراحت کنه. برای استراحت کردنم روشم یه پارچه تمیز میکشم. خب اینم از خمیرمون بعد از 1.5 ساعت که میبینید حجمش 2 برابر شده و آماده اینه که پیتزامون رو درست کنیم. قبل از اینکه پیتزامون رو درست کنیم این خمیر رو میذارم کنار و براتون یه چند تا توضیح کوتاه دارم. شما میتونید رو خمیر بسته به سلیقه خودتون هر مواد غذایی رو که دوست دارید بذارید. من از فلفل دلمه رنگی استفاده میکنم، از قارچ که یکم تفتش دادم با آب لیمو، زیتون سیاه، مرغ که سرخش کردم و فقط ادویه کایان که یک ادویه مکزیکیه بهش اضافه کردم. نه نمک بهش اضافه کردم و نه هیچ ادویه دیگه، فقط این ادویه کایان. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این ادویه رو بخرید، خیلی طعم خوب میده به مرغ. و همچنین آناناس. شاید تعجب میکنین میگه چرا آناناس؟ اینجا تو فلان رو پیتزاهاشون آناناس هم میریزه. و سس پیتزامون. سس پیتزا رو من آماده خریدم، ولی خودتون هم میتونید سس پیتزا رو درست کنید که میتونید از پوره گوجه فرنگی با ادویه مخصوص پیتزا که داخلش میریزید یه سس خوب برای پیتزاتون داشته باشید. خب حالا میریم تا پیتزامون رو آماده کنیم. اول از همه میایم کف سینی فرمون رو یکم روغن زیتون میریزیم، حدود 2 یا 3 قاشق غذاخوری. روغن زیتون پخشه. من سینی که استفاده کردم به این اندازه است. خمیرمون رو برمیداریم و از این طرفش که روغنی میذاریم روی سینی فرم و با دست پهنش میکنیم. خیلی راحت پهن میشه، اصلا نه نیاز به وردنه داره. به این سری خمیرمون پهن شد. حالا مواد رو اضافه میکنیم. من اول سس رو میریزم، پنیر پیتزا میریزم، حالا این همون پیتزایی نیست که قدیما ماماناتون تو سینی فر درست میکردن و با دست خمیر رو پر میکردن. منو که یاد قدیما میندازه. شما چطور؟